سلام و درود خدمت همراهان عزیزم. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم با یک پیش غذای خیلی لذیذ و خوشمزه. با این سینی خوش رنگ و جذاب میخوام یک پیش غذای خیلی پرخاصیت رو براتون درست بکنم. در ادامه با من باشید. ممنونم. برای این پیش غذایی که امروز میخوام درست بکنم براتون، مواد تشکیل دهندش کدو هستش که شما میتونید استفاده کنید، قارچ، سیب زمینی که اونا رو باید به صورت خلالی سرخ بکنید، فلفل دلمه که میتونید در رنگ‌های مختلف استفاده بکنید ازش برای اینکه رنگ جذابی بهتون بده، و همینطور هویج و سینه مرغ که در واقع پروتئین این پیش غذامون هست که کار بسیار خوشمزه و لذیذ میکنه. حالا من در ادامه اینا رو خورد میکنم و بهتون نشون میدم. یکی از نکات مهم آماده کردن این پیش غذا قطع کردن موادمون هستش که باید به صورت درست این کار انجام بشه. ما سینه مرغ رو داریم که سینه مرغ رو باید به این صورت حالت انگار بلند و دراز قطع بکنید و بعد از اونم من اینا رو مزه دار میکنم و یه مقداری میذارم میمونه و در ادامه سرخشون میکنم. و برای مزه دار کردن مرغمون من یه مقداری اول روغن زیتون استفاده میکنم چون غذای سالمی هست و اول از همه روغن رو مرغا رو آغشته میکنیم به روغن و بعد از اون ادویه‌ها رو میزنیم که ادویه‌ها کامل به مرغمون بچسبه. نمک رو اضافه میکنیم در اول مقداری، حالا اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. فلفل سیاه، بعد یه مقداری هم پودر پاپریکا رو اضافه میکنیم و یک مقدار هم اگه چاشنی مرغ و ماهی دارید خیلی خوشمزه میکنه این غذا. و بعد هم با دست کامل اینا رو مخلوط میکنیم به این صورت. حدود 10 دقیقه هم که باشه طعمدار میشه. و مواد خاممون هم آماده شده، خرد شده همگی و میخوایم که سرخشون بکنیم مرحله به مرحله. اول از همه سیب زمینی رو ما سرخ میکنیم. یه مقداری من نمک بهش میزنم برای اینکه روغنمون رو خراب نمیکنه اول وقتی سیب زمینی رو شما سرخ بکنید. و بعد از اون سیب زمینی رو خارج میکنیم و در ادامه هویج رو سرخ میکنیم. دوستان عزیز، ما هویجا رو هم ریختیم داخل مایکروویو در حال سرخ شدن. سیب زمینی رو خارج کردیم. فقط توجه کنید که هویج و کدو رو خیلی بیش از حد سرخ نکنید چون خیلی پخته میشه و له میشه و توی پیش غذاتون شکل بدی میگیره. دوستان عزیز، سرخ کردن اونم تموم شده. الان مرغ‌ها و قارچ‌ها رو هم سرخ کردیم. یه مقداری هم میتونید ادویه پودر سیر و آویشم بهشون اضافه کنید و در انتها ما تمامی موادی رو که سرخ کردیم جداگانه رو با این مواد مخلوط میکنیم. به یک طرف خیلی ملایم میدیم. مواد اونم مخلوط کردیم با هم. توی این مرحله آخر هم میتونیم مقداری کنجد به غذامون اضافه کنیم که یک شکل خیلی جذاب و زیبایی میده.
و بعد از اونم غذا رو سرو کنم. پیش غذامون هم آماده شد و من سروش کردم به این صورت که میبینید. در کنارش لیمو و یه مقداری هم سس باربیکیو که البته میتونید از سس‌های دیگه هم استفاده کنید. من اینو تستش هم میکنم. یه مقداری لیمو میریزم و کاملا پخته و یک رنگ خیلی جذاب و زیبایی هم داره. بسیار عالی و خوشمزه و لذیذ. امیدوارم شما هم بتونید این غذا رو درست بکنید و یک پیش غذای بسیار مفید و لذیذ و خوشمزه.